آیا حقوق همسایه مختص به همسایه مسلمانه و یا همسایه غیر مسلمان هم هست؟ همسایه عامه، تموم همسایه ها و هر نوع همسایه‌ای که شما تصور بکنین، چی هم فکر ما باشه یا نه، چی هم زبان ما باشه یا نه، چی هم نژاد ما باشه یا نه، حتی هم دین ما باشه یا نه، این مسائل استثناء و این مسائل مورد توجه قرار نمیگیره. یعنی به محض اینکه شخص همسایه ما هست قابل حرمت و قابل کرامته. ما زمانی که سیره بزرگان را مطالعه میکنیم، حضرت عبدالله زمانی که یک گوسفندی را ذبح میکنه و بعد از خانواده خود پرسان میکنه که آیا قسمتی از این گوشت را برای اون همسایه ما که یهودی هست تقدیم کردیم یا نه، زیرا که جبرئیل علیه السلام اینقدر به حق مسئله تأکید میکرد که ما گمان بردیم که همسایه از همدیگر ارث و میراث میبره. پس هم کیش بودن و هم دین بودن و هم فکر بودن مهم نیست. یعنی اگر همسایه‌ای داریم هم زبان ما هم نیست، هم فکر ما هم نیست، باید ما به اون احترام بگیریم، باید حقوق همسایگی را ما مراعات کنیم و مورد توجه قرار بدیم.